با مقصد آغاز موسم سیاحت داخلی، نمایندگان وزارت و اداره‌ها، وسایل اخبار عامه و بلاگران با موضوعهای گوناگون سیاحی جمهوری تاجیکستان جهت تبلیغ و تشویق امکانات‌های سیاحی کشور در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی سفربر کرده شدند. طبق خطسیر در شهرک بلخی ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان، اشتراکچیان خطسیر از گلگشت، مجسمه و خانموزه یک از بزرگترین سخنوران مشرق زمین مولانا جلال‌الدین بلخی دیده نمودند. می‌خواهیم که هنمی کمیته رشد سیاحی باز هم انمی خلچوربینی ها را خطسیرها را زیاد کند که ما جوانان اول داخل وطن عزیز خود را بشناسیم، بعدا به دیگران معرفی کرده توانیم. از آنکه انشاءات مذکور در شفت شهرهای دوشنبه باختر بلخ سرحد افغانستان جایگیر است، مکان تماشاباب برای سیاحان و مهمانان داخل و خارج گردیده است. در ادامه اشتراکچیان خطسیر دوشنبه باختر جانب موضع 44 چشمه ناحیه ناصر خسرو راه پیش گرفتند. 44 چشمه میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش شناخته شده است. شماره عمومی چشمه ها 44 عدد را تشکیل نموده به 17 گروه جدا می شوند. چون این گروه بندی از روی خاصیت طبابتی چشمه ها در اساس تشخیص های بسیار ساله عالمان معین کرده شده. جالبترین خصوصیت این یادگاری که توجه سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است، این ماهی‌ها و مارهای 44 چشمه میباشند. ماهی‌ها با جریان آب به پایان نمیروند، بلکه در خود سرچشمه آبها شنا میکنند. 44 چشمه موضع زیارتی، استراحتی و رکراسیونی محسوب شده. در اینجا توریسم زیارتی، استراحتی و طبابتی خیلی رشد یافته است. آبی 17 چشمه آن شفابخش به شمار میرود. هر یک چشمه‌اش خصوصیت طبابتی و به خود نام خاص دارند. باید گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان سیاحی داخلی رشد می‌یابد. اگر سالهای قبلی شهروندان تنها به خاطر کار و یا ضرورت از ناحیه به شهر یا برعکس سفر می‌کردند، امروز آنها برای استراحت و فراغت، زیارت آرامگاه‌های شخصیت‌های بزرگ، سالمگردانی در استراحتگاه و آسایشگاه‌ها از یک منطقه به منطقه دیگر کشور به ممنوعیت و آزادانه و براحت در دلخواه فصل سال سفر می‌کنند. ما امروز همراه کارمندان بسیار عکس و نوارها گرفتیم که آنها را در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنیم و بگذار دیگران ببینند و بدانند که ما چنین جایهای تاریخی زیاد داریم. من میخوام که به خطسیرهای آینده که این کمیته تشکیل کرده است به نگین بام جهان که پامیر است، میخوایم به آنجا سفر کرده از منظرهای آنجا دیدن کنیم. خوشبختانه با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از صاحب استقلالی در قطار دیگر ساحه‌های مهم اقتصاد ملی، ساحه سیاحی تدریجاً رو به رشد نهاده، خدمت‌رسانی در این ساحه به سطح صفتا نو وارد گردیدند. در این ردیف و در زمینه نقشه چوربین‌های عملی سازی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نقشه چوربین‌ها تطبیق می‌گردند. ختلان زمین با یادگاری‌های باستانی که تاریخ کهن و اسرار نیاکان را در خود نهفته است، طبیعت زیبا و افسونکار و وادی‌های پهناور، گیاهای شفابخش و چشمه‌ساران مصفا، میوه‌های شهدبار و هوای فارمش همساله شماره زیادی سیاحان داخلی و خارجی را جلب می‌نماید. آسیای مرکزی و مخصوصا تاجیکستان مکان اصلی لاله‌های خودروی میباشد. گل لاله تنها 2-3 ماه در یک سال شکوفان میشود، یعنی زمان گلدهی آن از نیمه اپریل تا اول ایون وابسته به محل‌های گرم و سالخین ادامه می‌یابد. محل و مکان گل‌های لاله خودرو قریب در همه منطقه‌های مملکت، مخصوصا دشت و تپه و باغ و چمن‌های حصار، شهر نو، فیض‌آباد، دنغره، فخرآباد، شهر و روستاهای ولایت ختلان، استروشن، اسفرق، قسمت‌های کوهی دیوشتیش، تپه و دامنه‌کوه‌های کوهستانی مسجح و وحدت، نورک، یاوان، ونج و درواز و خیار، رشت و کوههای بدخشان تا تیانشان و غیره واقع است.